بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم بنده های خوب خدا، هم نفس یاد خدا، لیک خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. خیلی خیلی ممنونم که انتخاب شما شبکه قرآن و برنامه یاد خداست. انشاءالله که اینجا به شما خوش بگذره، برنامه‌مون براتون مفید باشه و به دلتون بنشینه. ما از این به بعد 3 شنبه های یاد خدا رو اختصاص خواهیم داد به حول و قوه الهی به موضوع سیره انبیا سلام الله علیهم اجمعین، و متخصص و بلد راهمونم در این مسیر حجت الاسلام و المسلمین صفاریان خواهند بود. ایشان در این نوبت اول قدم به چشم حقیق گذاشتن. بعد از فاصله که میگیریم و این فاصله رو به یک دعای مستجاب زینت میدیم و برمیگردیم، من خدمتشون سلام و خیر مقدم عرض میکنم و میگیم قرار هست که چه اتفاقی بیفته ذیل عنوان سیره انبیا انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب به دعای شما همونطور که ملاحظه میفرمایید ما از حرم باصفای امامزادگان ابراهیم و محمد علیهم السلام همچنان داریم برنامه رو تقدیم شما میکنیم. با افتخار نایب الزیارتون هستیم اینجا در شهر مقدس قم و این حرم باصفا. انشاءالله که شما مشرف بشید و بعد از زیارت حضرت کریمه اهل بیت اینجا زائر این 2 امامزاده واجب التعظیم باشین که با 5 واسطه فرزندان امام کاظم علیه السلام هستن انشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله. جای صفاریان عزیز خوش آمد. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و له الحمد. عرض سلام و ادب داریم محضر شما سید بزرگوار، مخلص شما، ارادتمندیم. همچنین عرض سلام و خاکساری داریم محضر 2 امامزاده واجب التعظیم، نوادگان آقا موسی بن جعفر که ما در ایران مفتخریم سر سفره فرزندان و نوادگان این امام بزرگوار روزی دنیایی و انشاءالله اخروی رو کسب میکنیم. الحمدلله. سلامت باشید. با افتخار در محضر بزرگواران هستیم. بینندگان محترم، ضمن عرض سلام و ادب انشاءالله که بحث ها مفید فایده قرار بگیره. انشاءالله به مدد امام زمان و مدد این 2 امامزاده که فرمودید انشاءالله این اتفاق مبارک بیفته. من احساسم اینه که بحثمون، حالا به بیننده هامون هم عرض میکنم، بحث سیره انبیا بحث شیرین و دلچسبی به نظرم خواهد بود، چون احتمال زیاد سرشار خواهد بود از داستانها و حکایتهایی که در قرآن کریم آمده و اینها، و بحثمون میگم مفید و دلچسب خواهد بود انشالله. اگر اجازه بدید یه سوالی که ممکنه برای بعضی از مردم پیش بیاد به عنوان سوال کلی من اول مطرح بکنم و بعد شما دیگه مباحث کلیتون رو با پاسخ این سوال تبیین بفرمایید. اونم اینه که اساساً چه نیازی هست که ما همین امروز که داریم زندگی میکنیم تو دنیای فعلیمون حالا بیایم کنکاش بکنیم درباره سیره انبیا، انبیایی که سالها قبل از خاتم الانبیا زندگی میکردن. حالا ما مسلمانیم، فوقش دیگه حالا باید مثلا سیره نبوی رو صلوات الله علیه و آله رو مثلا بدانیم و کنکاش بکنیم و عبرت بگیریم و تنظیم بکنیم زندگیام. چه ضرورتی داره ما بریم سیره انبیا الهی رو بررسی بکنیم؟ در خود قرآن کریم آیه است که وقتی انسان این آیه رو تلاوت میکنه نسبت به کم لطفی های خودش به قرآن شرمگین میشه و اون اینه که نبی مکرم روز قیامت به خداوند متعال چنین شکایت میکنه و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خدایا امت من قرآن رو اتخاذی مهجورانه کردن. ببینید نمیفرماد ترکو، قرآن رو ترک کردن، نه، اتخاذ مهجورانه کردن، یعنی اصلا تو زندگیشون انگاری بنا بر این گذاشتن که سراغ قرآن نرن. تو زندگی فردیشون، در زندگی اجتماعیشون، در اقتصادشون، در سیاستشون، در فرهنگشون، در سیاست خارجیشون، در تمدن سازیشون. ببینید ما سراغ همه آراء و نظرات و دانشمندان و مکاتب و اینا انگار برنامه داریم بریم
برنامه زندگی روزمرمون، سر مطالعه‌مون، عبادتمون، ورزشمون، تهذیبمون، سر اینا سر جای خودش هست. برنامه ای به صورت فردی یا جمعی برای اینکه بریم سراغ قرآن و درس بگیم من قرآن انگار نداریم. تبیانا لکل شیء و رها کرد. بله، این فرمایشی که حضرت آقا در کتاب طرح کلی بیان میکنن، اینکه قرآن کتاب هدایت، قرار نیست فقط سعادت اخروی ما، بهشت ما اینا رو تضمین کنه. قراره تو این دنیا هم برای ما برنامه داشته باشه، سعادت این دنیای ما رو تأمین کنه، ساخت این دنیای ما رو به عهده بگیره. اصلا مگه میشه بدون برنامه ریزی برای زندگی این دنیا به سعادت اخروی رسید؟ بله. راه اون دنیا از این دنیا میگذره بله. و طبیعیه که کتاب راهنمایی که برای بشریت اومده حتما باید برای اینجا برنامه داشته باشه. احسنت. بله، حالا این ماجرایی که عرض کردم به خصوص در زمانه ای که اتفاقات سرعت میگیرن، حجم وقایع و چگالی اونها در زمانها داره به شدت افزایش پیدا میکنه. سرعت اتفاقات خیلی زیاد شدن و گاهی آدم موضع خودش رو این وسط گم میکنه. حضرت فرمودن که اذا البستکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. وقتی فتنه ها عین پاره های شب تار شما رو در بر گرفتن، برید سراغ قرآن. انگار این قرآن کریم قرار است به عنوان یک سند بالا دستی، به عنوان یک هندبوک، به عنوان یک کتاب راهنمایی که دست ماست و ما مسیر سعادت دنیایی و اخرویمون رو بر این اساس تنظیم کنیم، همواره مد نظر ما باشه. حالا ادبیات خود قرآن به این گونه است که مفاهیم رو نه به شکل انتزاعی بلکه به شکل انضمامی در قالب داستانها بیان کرده. سبک و مدل گفتگوی قرآن با مخاطبش این گونه است که نیامده مثل کتاب‌های علمی فصل 1، فصل 2، فصل 3 خداشناسی، توحید، امامت، نبوت، نه، در قالب داستان‌ها اومده مطالب رو بیان کرده برای اینکه طیف متفاوت مخاطبین، از کم سواد، از کم بهره، از کم سن، بتونن از این قرآن استفاده کنن و بهره‌مند بشن، تا افرادی که طبیعتا مستوای بالاتری از آگاهی و علوم رو کسب کردن. بطن‌هایی که برای قرآن فرمودن هست همه رو در بر میگیره. هیچ کسی نیست که بیاد سر سفره قرآن کریم و دست پر برنگرد با هر میزان از در واقع درجه فهم و شعور و آگاهی. بله. عرض کنم محضر مبارکتون که نقل تاریخی است که یکی از این منافقین میمد و مقابل مسجد نبی مکرم به مردم چنین ندا در میداد که آی مردم، این پیامبر اومده برای شما داستانهای هود و صالح تعریف میکنه، بیاین من از سرزمین عجم برای شما داستان رستم و اسفندیار آوردم براتون تعریف کنم. گمان این آدم اینه که قرآن یک کتاب داستانه، پس بنابراین یه بار خوندیمش داستان تموم شد دیگه، متوجه شدیم این داستان اینجوریه، پس بریم سراغ داستانهای دیگه. و حالان که قرآن داره اون معانی برتر رو در قالب این داستانها بیان میکنه. ولکن المنافقین لا یفقهون لا یعلمون لا یشعرون. آدم ها فکر میکنن که این صرف داستانه و حالان که صرف داستان نیست. لزوم تعمق، انس، تدبر با قرآن شروع میکنه این مفاهیم رو برای ما گویا میکنه. استنطاق از قرآن رو به نطق میاره. هم نشینی با قرآن باعث میشه که کم کم این مفاهیم برای ما روشن بشن، واضح بشن. حالا ما به قدر وسع سواد و کلام و بیانمون انشاءالله در این جلسات قصد داریم که به مدد حضرت حق و نور قرآن انشاءالله مقداری از سنت‌های انبیا در این باره رو انشاءالله به بحث و گفتگو کنیم. میدونی چرا اینجوری این نکته که فرمودین؟ شاید علتش اینه که از بچگی برای ما داستان گفتن بخوابیم. دستت که باید داستان رو گفت تا طرف بیدار شه. بله. قرآن کتاب تخدیر نیست، کتاب سکون نیست، کتاب قعود نیست. قرآن کتاب قیامه، کتاب ایستادگیه، کتاب انتباه، بیدار شدنه. و ما این رو داستان‌های انبیا رو آورده برای بیدار کردن، برای آگاهی دادن، برای رشد، برای به کمال رسوندن. آره؟ بله، احسن، دقیقاً همین جوریه.
آدم ها در مسیر سعادتشون قراره که یه سری اتفاقایی براشون بیفته که حالا انبیا میشن اسوه، میشن الگو، میشن انموذج به قول زبان عربی، برای اینکه انسان ببینه که آقا ببین یه سری آدم هایی که همجوری زمینی بودن، انا بشر مثلکم بودن، بعد زمینی و مادی داشتن، این آدم ها تونستن راه های آسمان بپیماین، تونستن بقیه آدم ها رو هم در این مسیر هم سفر خودشون کنن. پس بنابراین مایی که به مانند اونها باید از اونها اسوه بگیریم، الگو بگیریم، ما هم باید همین مسیر رو طی کنیم و بپیماییم. خیلی خوب، دست شما درد نکنه. فکر میکنم که جواب قانع کننده ای بود و خدا خیرتون بده. ما اگه صلاح بدونین یه فاصله بگیریم و برگردیم، باز مواعظ شما رو میشنویم. در خدمتیم. زنده باشین، خدمت از ماست. بفرمایید. خواهش می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یکی دو برنامه اولمون شاید مباحث کلی پیرامون سیر انبیا باشه، زمینه سازی میکنه برای ورود به جزئیات زندگی پیامبران که اون وقت خیلی دلچسب‌تر هم خواهد شد. خب من به نظرم میاد که یعنی آدم احساس میکنه که لابد یه وجه اشتراکی، نقطه اشتراکی بین زندگی پیامبران الهی بوده که شاید روی اون بشه تکیه کرد. نگاه قرآن آیا این هست نیست؟ لازمه توضیح بفرمایید. بله، این مطلبی که در قسمت قبل عرض کردم درباره این که انبیا آدم‌های راحت نشینی نبودن، عافیت طلب نبودن، سایه نشین نبودن، در متن تحولات اتفاقا قرار دارن. یعنی همه سعیشون و تلاششون اینه که جامعه تراز، تمدن تراز، مردم تراز رو بسازند. و حضرت آقای تعبیر بسیار جالبی دارن در اون کتاب طرح کلیشون، میگن که راه انبیا متفاوت از راه بقیه مصلحان عالمه. با راه معلمان متفاوته، با راه فلاسفه متفاوته، با راه رهبران اجتماعی متفاوته. به خاطر اینکه انبیا دنبال اینن که کارخانه های انسانسازی ایجاد کنن. کارخانه انسانسازی چیه؟ کارخانه انسانسازی جامعه دینی است که همه مؤلفه هاش انسان رو به سمت حضرت حق سوق میده. یعنی اگر اقتصاد و بازار داره، بازارش داره انسان رو به سمت هدایت و نور سوق میده. سیاستش همچنین، سیاست خارجیش، فرهنگش، هنرش. این جامعه تمام مؤلفه هاش انسان رو داره به سمت کمال سوق میده و این میشه کارخانه آدمسازی. حالا وظیفه انبیا اینه کارخانه آدمسازی رو ایجاد کنن. بریم ببینیم که قرآن کریم چگونه بر این ماجرا چجور برای ما تصویر کرده که انبیا علیهم السلام وظیفه هدایتگری خودشون و ساخت اجتماع رو چجوری انجام دادن. خداوند متعال میفرماد که در سوره مبارکه آل عمران میفرماد که و کأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر، چه بسیار انبیایی که اینا مقاتله میکردن، پیکار میکردن، میرزمیدند و در کنار اونها یک تیم، یک حلقه میانی از آدم‌هایی که تربیت یافته الهی بودن. ربی آدمی است که تربیت شده خداییه. اینا در حقیقت دست و پای ولی الهیان در تشکیل اون جامعه دینی. و کأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر. مؤلفه اصلی انبیا این ویژگی پیکار و مبارزه دائمیشونه. عافیت طلب نبودن، سایه نشین نبودن. یعنی اولین وجه اشتراکی که شما بین همه انبیا بخواین در نظر بگیرین همین نکته است. بله، طبق آیای قرآن دیگه. بله. حالا این نبرد جبهه حق و باطل رو انشاءالله میخوایم پیگیری کنیم در این سیره انبیا. یعنی هرچی جلوتر بره یه مقداری تصویر برامون واضح تر میشه. الان میخوایم یه خطوط کلی بکشیم برای اینکه حدود بحثمون یه چارچوب موضوعی به قول معروف مشخص تر بشه. ببینید، من آدم اینجوری فهم کنه دیگه، بر اساس این فرمایش که خدا دو رسول برای انسان‌ها در نظر گرفته، یکی رسول باطنی به عنوان عقل که وظیفش هدایت انسانه، دو رسول خارجی
به عنوان پیامبر که وظیفه اونم هدایت انسان هاست، تکلیفشون. یعنی پیامبران که میخوان انسانها رو هدایت بکنن و طبیعی شما در این کارخانه انسان سازی اولا اون رو ایجاد بکنن و در این بستر انسان رو قرار بدن، برای این هدایت حتما باید با ظالمین مستکبرین مقاتله و مبارزه بکنن در این مسیر و بدون این نمیشه. این نکته که فرمودین رو من یه با اجازهتون یه تکمیله اضافه کنم. ببینید وجود انسان آینه عالم خارجه. همچنانی که شما به درستی فرمودین در وجود ما یک نیروی دعوت کننده به خیر وجود داره و یک نیروی دعوت کننده به شر. یعنی من تو وجودم یه امیری هست که این امیر به من گاهی تذکر میده که ماه رجب نزدیکه، ماه شعبان، ماه رمضان، از این فرصت استفاده کن، زیارت مثلا معصومین و اولادشون رو از دست نده. یه نیروی دیگه هست که میگه بی خیال، یه برو پارتی. آره مثلا. خب این تنازع درونی بین جبهه حق و باطل در وجود من در خارج هم هست. بله در خارج هم هست و همچنانی که اون رسول درونی وظیفه هدایتگری رو از دو مسیر جلو میبره. یکی مسیر بشارته که آقای امیر آقا مثلا هدایت و سعادت هر دو دنیا در انتظار توه، برکات در انتظار توه، یه وسیله انذار. همچنان در وجود من یه وسیله است که دشمنی میکنه، پیکار میکنه و مقابله و مبارزه میکنه با اون من دانی، به قول مرحوم شهید مطهری، با اون امیر پایینتر، با اون امیر خاکی، با اون امیری که پرواز بلد نیست و میخواد ما رو از پرواز برحذر داره و مانع پرواز ما بشه. همین ماجرا به عینه در عالم خارجه. مرحوم امام یه فرمایش بسیار زیبایی دارن. ایشون میفرمان که همچنانی که ابراهیم سلام الله علیه خلیل خدا بود و وظیفه هدایتگری بر عهده داشت، همزمان با نمرود مقابله میکرد. همزمان که جناب موسی سلام الله علیه وظیفه هدایتگری رو بر عهده داشت، اما با همان عصای چوپانی خودش به مقابله و مبارزه با فرعون زمانش میده. بعدیشون فرمان همچنانی که نبی مکرم در یک دستش قرآن برای هدایتگری و در دست دیگرش شمشیر. ببینید این همون نزاع درونی ماست که حالا رسول بیرونی همین کارو باید بکنه. رسول بیرونی اولا خداوند متعال میفرماد که من برای شما انبیایی فرستادم. این انبیا که اومدن بینات دارن، کتاب‌های هدایت دارن در یک دست، اما بعد چی میفرماد؟ و انزلنا الحدید فیه بأس شدید. اما در کنار این هدایتگری حالا یه نیروی صلب و سختی نیازه برای مقابله با ستمکارانه که مانع بر مسیر هدایت مردم قرار گرفتن. این می شود پیکار دائمی و همیشگی انبیا علیهم السلام با اون جبهه طاغوت. ببینید جلد کتاب قرآن صورتی نیست. قرآن فقط از باب رحمت و بشارت و اینها نیامده. قرآن ما اینجوری نیست که فقط جنبه رحمت و جلوه رحمت داره. نه، محمد رسول الله صلی الله علیه و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. ما پیامبری نداریم که تو هر دو دستش فقط کتاب وحی باشه. مرحوم امام دقیقاً به همین نوع که دست گذاشتن. فرمودن که ببینید تو سیر تاریخ اگه بخوایم دقت کنیم چند تا عامل بوده که برای ما صحنه هدایتگری انبیا رو به هم زده. یکیشون خلفای جور بودن. اینها برای اینکه مردم به قیام بر علیه ظلم اونها بر نخیزن همیشه سعی داشتن این جنبه خدمت شما عرض کنم مثلا سلحشوری دین رو از دین خارج کنن. بعدن استعمار هم در طول تاریخ به این ماجرا اضافه شده. دیده که آقا من اگر بخوام شیره جان مسلمین رو بکشم، اونها رو برده و بنده خودم کنم و مطیع خودم کنم، این ماجرای جهاد یه مانع اصلی سر راه من. بنابراین بیام دین رو از عنصر جهاد خالی کنم.
چند سال پیش تو اروپا یه قرآن چاپ کردن، آیات جهادش حذف کردن، گفتن این خیلی خوبه بله دیگه. بعد مرحوم امام دقیقا مثالی که میزنن حضرت عیسی سلام الله علیه، ایشون میفرمان که عیسایی که برای ما تصویر کردن اینه که یه سمت صورت من رو اگه سیلی زدن سمت بزن، دیگه صورتمو جلو میارم میگم این طرفم بزن. و ایشون فرمان اصلا این پیغمبری که خدا در قرآن برای ما معرفی میکنه این عیسی نیست. مشخصه که اصلا این آموزه الهی و وحیانی نیست، این آموزه اختلاطی از مثلا اندیشه های ناپاک در او دخیل شده. اگر نه جناب عیسی سلام الله علیه قاعدتاً اون نیز باید اهل مقاومت، یعنی دقیقاً مرحوم ما دست می‌ذارن روی این نقطه که چی شد دین ما رفت به سمت خمودگی، به سمت اینکه از عنصر تکاپو و جهاد و ایستادگی و مقاومت و اینها خالی باشه. در این بررسی تاریخ این دو نکته رو ایشون بیان میکنن. اما عرض کنم قرآن در مقابل میفرماد که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر، چه بسیار انبیایی که آدمهای ربی، آدمهای پرورش یافته، اون حلقه های میانی، اون حواریون انبیا دور اینها بودن، چه ویژگی داشتن. من فکر میکنم باید امتداد این آیات رو و مبانی و مفاهیمش رو موکول کنیم به برنامه آینده انشاءالله. فرصتمون تمام شد، اینجا رو علامت میذاریم انشاءالله. خیلی خوب بود، خیلی استفاده کردیم و خدا خیرتون بده و انشاءالله که توفیق داشته باشیم هفته آینده هم استفاده بکنیم از فهم شد. اوامر ندارین؟ خواهش میکنم از شما، ممنونم از عوامل برنامه و بینندگان محترم که همراهی فرمودید. اجرتون با خاتم الانبیا. ممنونم. خیلی ممنونم که برنامه ما رو تا پایان تماشا کردید. این بحث به نظرم هر چی جلوتر میریم جذاب بود، جذابتر هم خواهد شد و به شدت کاربردی و مفید فایده برای هممون خواهد بود انشاءالله. از همه شما التماس دارم مراقب خودتون باشین. یا حق. خداحافظ.